سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان، بزرگا بهوده نگفتن که از هنر کوش که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. همه وقت در همه جا هنر بالای، هنر تاج سرای، هنر ترا بالاگذار میکنه، هنر ترا تاج سر میکنه. هنر در کجای باشی خورد نمیکنه. و یک گپ میگم تونه برادرای عزیز، یک کس باموزید، یک هنر باموزید، همه هنرتون خور نکنید، اولش خدا آخرش خدا ان شاء الله که شما خور نمیشید. یکم وقت هنرتون خور نکنید برادر عزیز. انا ما یک دو برادر ما در اینجا اینا اومدیم در زمینشون. اینا سلام علیکم. تازه بعد اینا برادرای ما که هنر دارن، اینا ببینن که ای خد زمستون اینا میو اینا باور که اینا ببینید ای خد زمستون اینا ای خد زمستون میگه تا به حاضر همین کار کرد، همین ده میگه کار با فعالیت میکنیم. بیا ای خد چون ما پرسون میکنم برادرها، چی گفتین؟ ای خد چون پرسون میکنیم، خوشون گپ میزنن نبورکا، هم میبینیم هم میشنویم، هم ثابت برای شما رو میشه یا ثابت میتونن که شما چیکار کنین. باید ما چیکار کنیم که سطح زندگی ما خوب شه، چیکار کنیم پیشرفت کنیم، چیکار کنیم بازار د کار بدروی مقصد بازار د کار کچوی، چیکار کنیم پول به جیبمون بیایا، زندگیمون پیش بره، یه جای میریم. اینا محمد شریف دوست عزیزی ما، اینا دومین دوست ما قربان علی، زنده و سربلند باشید. ما تشکر میگیم برای دستایی که دهقانی مهنت میکنین. شما در حقیقت ای کف دستون نان میخورید، میگه که من لقمه نان از کف دستم خوردم، من از لب یاری من پرستم خوردم. اگه مقصد که میگه آن بوده کسی خورد که ذوق دارد، شما ذوق داره در همین کارو و ایهده همین کارو میبرید. کم ترک توصیه بتین هم تماشابینامونا که در غریبی و در همه جا هستن، هم تماشابینو در همین کره زمین هستن که شما چی توصیه میتین، چی کو کنن مردم، شما چی توصیه میتین؟ ما همین روسیه دا بودیم، استرویکا دا کار میکردیم. آنا روسیه دا کار میکردیم، استرویکا دا غریبی دا بودیم. به هات ازوب ایملی ساش بگریز، ایوایش بگریز، داکومنت چی میشید. با هم اوی فوریه اومدیم، همین چیزا کپیدیم. ایناش خیلی خوبه، خیلی پیشروی است. کیلوش توزیع را نداد، شنبه 35 40 کیلوش شروع شده است. با طرف دور بودرین کردگی. بودرینگام اون طرف. ولی ان شاء الله که میریم اونجا. اینا مقصد دهخونی دورن. اینا انا دوستی عزیز یک گپ، مقصد در روسیه چند قد پول کار میکنین، در اینجا چند قد پول کار میکنین. مقصد ما توصیه بتیم برادرها که بیاین مسکو، در همین وطن خودمون آدمی کار میکنه، در همه جا کار هست. اولش میگیم توصیه بتیم که بیاین همینجا کار کنن، چه امروز روسیه پول میوان. ولی این تپلیسه که میکنیم رو پروفیل میکنیمش، مثلا 3000 سوم دا همین تیار میشه. اینا اول 3000 تا تیار میکنیم. 3000 تیار میشه. این بچه‌شا و چای خودش میگیریم، نه بچه‌ش چای خودش میگیریم، این میشه. باش نوندن میگیریم. مثلا اون در مدتی مثلا 2 ماه دا تیار میشه. و درینگش در 45 روز تیار میشه. راستی دا همین اگر که چی داغلونا بگیریم 4000 سوم همین سروی میکردیم. اینجا همین ماهش 5000 6000 بود در پیش زن فرزند مادر و خیلی چیز. قربان علی جان بهترین گپ نیست. ما هم میگیم که بهترش بیان همینجا دم کلی هنر باشن، وی جا هست و دمایی که دستگیری میکنن همین چیزا هست همین همین کم ترک حساب داشته باشین چه همونجا گرفتن چی کردن بیان اینجا دا نمیشه آخی. بله رقمون باشه، اگر رقمو را میمونی اگم ثابت باشه ثابت هم میتین. این رقمش هم میمونم تنها برای ثابت گرفتن زنگش بزنین، ثابت بفرستین برادر مادر. تخمی بودرین پامیدور نیهولش هم بقریبی تیار میشه و نیهول شدن دست این اوزی راحت شدی میتونیم وایام ما که راحت شد ببینم. تمام ازوبو خیلی در مسکو ها ازوبو رو دیدین اوه. من خونه‌اش خیلی چه بگم دیگه، بو وطن رو. بله محمد شریف جان خودت چی گفتنی؟ قربان علی گپاشا گفت. همه چیزی که همین گفتنی بود همه شما هم تری گفتنی بودم. خیلی بهترینه پیش زن فرزندی در وطن خودت خدمت میکنی. پس در هم پیش خانه در پیش کودکای یک در پیش که در پیش زن هم فرزنداتی یک شبانش 1000 شبانه در مسکو رو بدن میپشونه. بله زنده باشه، سربلند باشه. دوستانم تشکر میگم برای مهنتاتون که مهنت میکنین، هم بهر خودتون زندگیتون سطح زندگیتون خوب میکنین، هم بهر خلق یک میوه تر و تازه میخوره. اینا کلوبنیک میگن، توتی زمینی میگن، قلپینای. اینا با تاجیکیش قلپینای میشه. قلپینای اینا برادرها زنده و سربلند باشید. اینا توصیه برادرها رو گوش کردین ردنوی و اینا بی اینا همینجا چیندن میگین. بسم الله الرحمن الرحیم. خمه چینی و خوردن میگیرین. دین چینده بوده. دین چیندگی هم با اینا یک چیندگی. این خلاق میگیریش. این خود نه همه فصل هست. یا هدام وقتی که میای هست. اینا زمستان و تابستان. اینا کسی دلش کشید بچه‌ها اینا
هم برادرها رقماشو موندگیم که ما این نمیجا وای کنین زنگش بزنین با بیاین امره قرغان در طرف سربند رفتن در اومدی زنگ میزنی یا پاکتک در تیارت میکنه خورده رفتن میگیری حلاوت میبری در بوی وقتی که ایجاد چیندنش در بوش هم میبینی میگن یا نمو بوی خوش داره که همین درون خودش حرکت دیگه خیلی وقتی که میچینن بازار میبرن او دیگه چیه میگن که در ایجا میبینی باور که این بو طعمی که در ایجا میخوری این مزهش دیگه طعمش دیگه باور کنین زنده و سربلند باشه ها ای با ما تخمین خیلی چیزا شما میگیم ای خودش اینا گفت تیار میکنه ای خودش به خودش ای خود نکنه خیلی نکنه ای خودش با میگیره نهال تیار میکنه با در دیگه جا با نه زیاد میکنیم دا شد بهترین اینه برادرها پیستاچینی تو داره ریشی او نو داره میگن پیستاچینی تو داره رویشی او نو داره یگان وقت پروتیف شمال توف کردن میشه بالا توف کنی و در بروتت میزنه پایین توف کنی درش میزنه برای همین برادرها هر یک چی کاری خچ داره هر یک چی باید باید بدونی بعد کار سر کنی برای همین من رقمشو میمونم نصیحت بپرسین نصیحت مفید برای برادرها زنده و سربلند باشه دوستانم زنده باشه تشکر زنده باشه خدا نگهبان همه ما و شما